صیدل نابکار بر سر دوراهی. شبی آمد از بیت عظما صدا، بشد دامبدون بیز هر سو به پا. چو گلپا نگه کرد از پنجره، که در بیت آقا چی میگذره. بدید صیدلی را که گریان و ریش، بکنده است یک سر همه ریش خیش. آقا حضور جناب با معرفتتون عارضم که این واژه ریش 2 تا معنا داره. یکی همون ریشیه که با اون خمینی بدذات انقلاب ملت رو دزدید، یکی هم ریشیه که تفسیر اوضاع بیریخت عظما توی این شرایطه، یعنی همون پریش و پریشان و ریش ریش. خلاصه آقایی که شما باشید گلپای بدطینت چی دید؟ بله، آقا رو دید که بکوبیده عمامه را بر زمین، که رفته صدایش به اقصای چین. همه خیس رخسار و ریش و عباش، نوشته وصیت واسه مجتباش. نوشته درازم کنون روی تخت، و اینک منو یک دوراهی سخت. یکی خوردن زهر تسلیم طور، که ریزش نمایم همی شر و شر. دهم هرچه موشک در انبار خیش، شوم بی خیال سر مار خیش. ببندم در سایت بمب اتم، ببرم به دست خود از خیش دم. یکی راه دیگر که بشاروار، شوم راهی مسکو و الفرار. دگر راه باشد که همچون پلاس، شوم با زمین مثل کتلت مماس. آقا گلپا تا این نجوای شبانه عظما رو شنید، خواست پزشکیان رو خبر کنه که آقا رو از اون حالت کما در بیاره. اما ناگهان بدید که پشت سرش مجتبی و سلامی و قالیباف و اژه‌ای و پزشکیان همشون ریش تا ریش با چمدان و البسه و کت و شلوار لاکچری آماده فرار و بستن جیم الف جا از بیت ولایت گشتند. اما ندانستند که همه راه ها بسته رو بر نظام، که ملت خروشیدن در قیام. بله، تا سوزاندن ریش و ریشه عظما و نظامش عزت زیاد و ایام بکام.